قراره که داخل این ویدیو بهت راجع به تمام مدادها توضیح بدم و اگر طراحی میکنی سیاه قلم کار میکنی بهت بگم که کجا به دردت میخوره، اصلا به دردت میخوره و چه کارایی هایی داره. اول میریم سراغ مدادهای گرافیتی که همین مدادهای معمولیه که دست همه هست، اما لول روشنایی و تیرگیش و درجه بندی و توناژش تغییر میکنه. HB، B6، B2، B8 و چند تا دسته بندی دارن. اولیش مداد H هستش که معمولی ترینش که حتی همون مداد نوشتاری هم هست مداد HB هستش که به مراتب هر چقدر شماره کنار H بره بالا توناژ تیرگیش هم بیشتر میشه. معمولا مدادهای H خیلی کم رنگن، اما کم رنگ تر از اون ما مدادهای F رو داریم. زیاد تفاوت خاصی ندارن، باز هم ممکنه کنار هم دیگه قرارشون بدیم عددشون فقط بالا پایین تر شده باشه، اما میتونید از H تمام توناژهاشو خریداری کنید یا از F تمام توناژها رو خریداری کنید. دسته بعدی مدادهای B هستش که معمولی ترینش HB هست، بعدش B1، B2، B3، B4، B6، B8 و تا به 12 ما مداد داریم که مدادهای B داخل تیره ترین مدادها قرار میگیرن و وقتی که با مداد طراحی میکنی حتما شده 2 تاشم به دردت میخوره. جنس همشون گرافیتیه، زغالی نیستن، هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، اصلا هم نیاز نیست اگر میخوای خریداریشون کنی به برندشون توجه کنی چون معمولا همشون اوکی هن. اما اگر خودت تجربه استفاده داشتی و از یه برندی خوشت نیومده و به کارت نمیومده میتونی بری برندتو عوض کنی، اما در کل همشون خوبن. اگرم باهاشون کار کردی اون نرمی و لطافتی که تو سایه‌هات و خطوطت میخواستی و بهت ندادن، حتما به این دقت کن که جنس ورقی که روش داری کار میکنی چیه. خیلی مهمه و بستگی داره. خیلی وقتا مشکل از مداد نیست، در واقع مشکل از اون سطح کاغذ و ورقی که روش داری کار میکنی. پس برای این مدادا نیاز نیست حساسیت خاصی به خرج بدی. داخل اکثر لوازم تحریری هم حتی اگر ابزارالات خیلی تخصصی نداشته باشن میتونی پیداشون کنی، اصلا نگران نباش. بستگی به توناژ رنگی که داره، کاری که باش انجام میدی، طرحی که در حال اجراش هستی میتونه کمک‌های مختلفی بهت بکنه، چه داخل انداختن خطوط با توناژ مختلف، چه برای انداختن سایه هاشور با توناژ مختلف. زیاد هم کارایی تخصصی نداره که صرفاً فقط داخل یک رشته ازش استفاده بشه و برای کار کردن باهاش نیاز به آموزش خاصی داشته باشی. داخل طراحی کردن و سیاه قلم به کارت میاد. سیاه قلم برای چی؟ برای ایجاد بافت یا خطوط برای قسمت خیلی روشن از طرح و مدل ما. اما نکته که باید بدونی اینه که اگر میخوای باهاش طراحی اولیت رو انجام بدی حواست به فشار دستت باشه، به خاطر جنس گرافیتی که داره ایجاد کردن خطوط با پاکن روش سخته و اگر بخوای روش با یه مداد دیگه کار کنی یا سایه بزنی خیلی سخت اون قسمت خطوط رنگ میگیره یا حتی یه وقتایی هم رنگ نمیگیره و اون خطوط واضح تو کارت میمونه. مداد بعدی مداد زغالی مارسلوموگراف هستش که 5 تا توناژ مختلف داره، HB، B2، B4، B6 و B8. پوکه زغالی داره اما اندازه مداد کنته B3 که یکم جلوتر به اونم میپردازیم زغالی و نرم نیست، به خاطر همین میتونه خیلی به شما خطوط تیره و ظریفی بهتون بده که باز هم اگر با رنگا کار میکنید به دردتون نمیخوره، اما اگر طراحی انجام میدید یا سیاه قلم کار میکنید حتما به کارتون میاد.
اگر به توناژ رنگای پایین بیشتر نیاز دارید یا به توناژ رنگ‌های بالا، یه توناژ رنگش رو خریداری کنید، یک بار ازش استفاده کنید و مطمئنم بعد از اون مشتری میشید. و به خاطر همین جنس زغالی که داره، وقتی که بخوای با پاکن روش بکشی خیلی راحت پاک میشه و مثل مدادهای گرافیتی مقاومت برای موندن نمیکنه. هم برای سایه زدن خوبه، هم برای طراحی کردن خوبه، هم برای کشیدن طرح، اسکچ زدن و انداختن خطوط، سایه، هاشور که به خاطر همین تنوع داخل رنگاش و جنس خوبش کاملا راضی نگهت میداره. اگرم که سیاه قلم کار میکنی، اصلا بدون یک لحظه مکث و تفکر باید بذاریش داخل لیست خریدت. اگر تا الان سیاه قلم کار نکردی نمیدونی که برای ایجاد کردن هر خطوط و هر بافتی داخل سیاه قلم به شدت به کارت میاد. مثل چی؟ مثل موها، مثل ریش، مثل موژه، مثل ابرو، مثل حتی بافت پارچه. داخل بافت پوستم که خیلی به کارت میاد و خیلی کمکت میکنه. مداد بعدی ما مداد کنته هستش. کنته بلک بسته پاریس که برای من کوچیک شده و گذاشتمش داخل مدادگیر. این مداد به خاطر پوکه زغالی و نرمی که داره و تیرگی شدیدی که به ما میده اصلا برای سایه زدن مناسب نیست. فقط هر کاری که داری انجام میدی، اگر نیاز به تیرگی مطلق داشتی باید از این مداد استفاده کنی. نه برق میندازه، نه کارتو کثیف یا لک میکنه. در واقع جز مدادایی نیست که همیشه دستت باشه و خیلی ازش استفاده کنی. فقط برای تیرگی های مطلق. حالا تیرگی مطلق میتونه داخل مردمک چشم باشه، میتونه یه قسمت از مو باشه، حتی یه تار مو باشه، ریش باشه، ابرو باشه، هر قسمتی از تنتون که تیرگی مطلق داشت. نکته هم که باید خیلی بهش دقت کنی اینه که اگر جایی از طرح تیرگی مطلق داشت و فضای خیلی بزرگی بود، از این نباید استفاده کنی. باید از همون پودر زغالی که بهت داخل ویدیوی قبلی گفته بودم استفاده کنی. چراش هم که خب واضحه، به خاطر اینکه کلا ما از مداد برای ظریفکاری ها و قسمت های جزئی و حساس و ظریف طرحمون استفاده میکنیم، نه یه سطح بزرگی که حالا تیره است بیای با مداد بکشی بعد محوش کنی. این به شدت کارتو ارزون قیمت نشون میده و جلوه حرفه‌ای ازش میگیره. مدادهای بعدی که ما داریم مدادهای سفید ما هستن که شامل کنته پاریس میشه دوباره، اما این بار سفیده که ما مداد سفید فابر-کاستل هم داریم، اما من از این استفاده نمی کنم. برای چی؟ مداد زغالی یا همون گچی سفید فابر-کاستل به شدت پوکه نرمی داره، خیلی حالت پودری داره و وقتی که بیایم برای مثلا انداختن یه سری تار مو، ریش یا هر خطوط سفید دیگه ازش بخوایم استفاده کنیم، به خاطر این پودری بودن و خیلی نرم بودنش اون ظرافت و زیبایی خطوطو از بین میبره. علاوه بر اون کار کردن با مداد سفید همینجوری سخت هست و قلق داره، ولی با هر قلقی که با فابر-کاستل کار کنی بازم اندازه‌ای که کنته سفید پاریس برات خطا رو ظریف در میاره به اون مرحله و درجه نمیرسه. حالا برای چی میگیم که کنته سفید پاریس بهتره؟ به خاطر اینکه پوکش سفت‌تر و مستحکم‌تره. سر همین وقتی که باهاش کار میکنی میتونه خطوط ظریفی بهت بده، سریع نمیشکنه، پودرش پخش نمیشه روی کارت و در کل بهترین گزینه است.
من بهت همینو پیشنهاد میکنم، یعنی کنته پاریس سفید و سمت مداد دیگه نرو. فابر کاستل سفید بودنش روی کار توناژ دیگه ای نمیده. یعنی چی؟ یعنی این مداد سفید همشون توناژ سفید ندارن، یه سریاشون توناژ زرد دارن، یعنی اون سفیدی رو به زردی میزنه. یه سریاشون توناژ آبی دارن، یعنی اون سفیدی به آبی میزنه وقتی که میفته روی کار شما. یه سریاشون هم توناژ خاکستری دارن. پس چنلمو سابسکرایب داشته باش، بخاطر اینکه مطمئنم یه روزی به دردت میخوره و ویدیوهامو دنبال کن. این ویدیو رو هم لایک کن. اگر سوالی داری یا نظری داری داخل کامنت ها بهم بگو.